روزه گرفتن 6 تا فایده داره. 6 تا فایده خیلی خوب و ارزشمند در روزه هست. اولین فایده روزه ای هست که شهوات انسان کمر شکن میشه، شهوات انسان مهار میشه. این اولین فایده روزه هست. وقتی شهوات انسان مهار شد، انسان از محرمات دست میکشه، از گناه دست میکشه، به یاد آخرت میفته. یک فایده روزه هست. دومین فایده روزه ای هست که نفس اماره بالسوء او سکون پیدا میکنه. اون نفسی که انسان به بدی ها امر میکنه در ماه مبارک رمضان جلب از او گرفته میشه. در حدیث میگه وصفدت الشیطان، یعنی شیطان ها بسته میشه، شیطان ها بسته میشه. یعنی یک شیطان داخلی داریم که نفس اماره بالسوء از ما را به کارهای بد امر میکنه. جالبی هست که در مسجد ها میریم ما وقتی در غیر از رمضان باشه یک صف نیست، سبحان الله در ماه مبارک رمضان 5 صف میبینی. در کارهای خیر میبینی و کسی که خیلی انسان زشت و بد اخلاق هست در ماه مبارک رمضان 2 نفر میبینه جنگ کنه، رئیس میگن جنگ نکن رمضان هست، دروغ نگو رمضان هست. شما دیدین؟ یعنی نفس اماره بالسوء کاملا مهار میشه، از بین میره. سبحان الله این فایده روزه هست. سومین فایده روزه چی هست؟ با فقرا و مساکین از دل اونها خبر شدن هست. وقتی گرسنه میشی، تشنه میشی، قدر تشنه ها را میفهمی، قدر کسایی که شکمشون گرسنه بود قدر اونها را میفهمی. به مو خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان زیاد صدقه میکرد و امتش را به صدقه زیاد وادار میکرد که صدقه زیاد بکنید در ماه مبارک رمضان. پس وقتی شکم ما گرسنه میشه از قلب، از دل فقرا و مساکین خبر میشه. و همچنان چهارمین فایدهش همراه مسکینا همدردی. صدقه فطر بکی هست برای فقیر، برای مسکین هست. در کجا؟ در چه وقت است؟ در آخر ماه مبارک رمضان هست. زکات را کسی که در ماه مبارک رمضان میده اجرش بیشتر هست. یعنی همدردی با مسکینا هست. اما تو هست یعنی اون کسی که در غیر رمضان یک بولانی از خونیش بیرون نمیشه در ماه مبارک رمضان زیاد صدقه میکنه، خیرات زیاد میکنه. پس این هم فایدهش هست. چهارمین فایدهش. پنجمین فایده روزه این هست که رحمت الله متعال شامل حالت میشه، شامل رحمت الله متعال تو کسی که روزه میگیری میشی. این فایده روزه هست، خیلی فایده های ارزشمند داره. ششمین فایده روزه ای هست که با ملائک مشابه میشی، با عبادات ملائک تو مشابه میشی. نه خیر، بلکه از ملائک کردن تو فراتر میشی اگر نفس خود را کنترل بکنی، اگر انسان خوب بشی. ملائک شهوت نداره، نمیخوره، نمینوشه. تو در ماه مبارک رمضان مثل ملائک میشی. اما این متوجه باش که تو در کناری از اینکه نمیخوری، نمینوشی، از محرمات استفاده نمیکنی، اوامر الله متعال را بجا میکنی، تو باز در کنار شهوت هم داری، تو دلت به غذا هم میره، نفس یعنی اشتیای غذا را هم داری. وقتی نمیخوری از ملائک بلندتر میشی، چون ملائک به خاطر عبادت هست، به خاطر این هست که باید نخوره ننوشه. اما تو هم به خاطر خوردن نوشیدن هستی، هم به خاطر ازی هستی که نفس خود را کنترل بکنی. الله متعال دو صفت را در تو خلق کرده. وقتی او را میگذاری کنار، تو مجاهد هستی، او را کنار میگذاری، انسان خوب میشی، از ملائک درجات بلند میشه. سبحان الله. این بود فواید روزه که برای شما عزیزان گفتم. خیلی فواید زیبایی داره و بعد از اون فواید خیلی به جسم انسان داره. اگر من بیان بکنم خیلی زیاد هست. فواید جسمانی داره، بر جسم انسان خیلی فایده داره، برای صحت انسان، بر روان انسان، برای عصب انسان، بر روان انسان. امروز دکترای طب تحقیق کردن که روزه بسیار فواید بیشتر داره. اما 6 فایده که خیلی کلیدی بود برای شما عزیزان بیان کردم.